سلام دوستان، امروز میخوام براتون کوکو سیب زمینی مغزدار درست کنم یا توپر. برای این منظور ما نیاز به حدود 1 کیلو سیب زمینی آبپز داریم، 3 عدد تخم مرغ، نمک، فلفل، زردچوبه و ادویه به اضافه روغن، گوشت چرخ کرده 200 گرم، 1 عدد پیاز بزرگ، 3 حب سیر بزرگ، حدود 5-6 قاشق جعفری خرد کرده، 2 قاشق زرشک، نمک، فلفل، زردچوبه، ادویه برای داخل کوکو. این مواد داخل کوکو رو شما بنا به ذائقتون و دلخواهتون میتونین اندازه هاشو تغییر بدین. پیاز رو با مقداری روغن تفت میدیم. وقتی کمی تفت خورد، سیر رو به اون اضافه میکنیم و باز یه سرتفت با هم میدیم. بعد ادویه جاز و نمک رو اضافه میکنیم. گوشت چرخ کرده رو هم اضافه میکنیم و با سیر و پیاز و ادویه یه سرتفت میدیم. بعد سبزی رو اضافه میکنیم به مایه گوشتی، جعفری خوب شده رو دیگه گوشتمون تقریبا در آخر اضافه میکنیم و یه هم میزنیم و مایه گوشتی رو از روی حرارت برمیداریم. سیب زمینی رو رنده میکنیم. بعد از اینکه سیب زمینی ها رو رنده کردیم، تخم مرغا رو روی اون میشکنیم. نمک، فلفل، زردچوبه و ادویه رو هم بهش اضافه میکنیم و اونو همش میزنیم. اگه خواستین میتونین 1 الی 2 تا تخم مرغ دیگه به مایه اضافه کنیم. مقداری روغن داخل تابه میریزیم. تابتون به هر اندازه‌ای که بخواین میتونین باشه. من میخوام کوکوامو کوچیک درست کنم به تعداد زیاد. بعد از مایه‌مون داخل تابه میریزیم یه لایه. بعد از اینکه مایه رو صاف کردیم، مایه سیب زمینی رو، یه قاشق از مایه گوشتی به اندازه‌ای که روی مایه سیب زمینی رو بپوشونه داخل اون میریزیم و بعد باز دوباره از مایه سیب زمینی روی اون میذاریم و روش رو صاف میکنیم و بعد در تابه رو میذاریم تا کوکومون بپزه. بعد از اینکه یه طرف کوکومون پخته شد، اونو برش میگردونیم یا داخل سر قابلمه تابه یا اینکه داخل یه پیش دستی برش میگردونیم و بعد طرف دیگه اونو میذاریم تا بپزه. کوکو سیب زمینی توپر یا مغزدارمون آماده شده. همینجور که میبینین یه دونه رو برش زدم من تا داخل اونم ببینیم و به این شکل توی تابه های کوچیک درست کردم. شما میتونین اینو توی تابه بزرگم درست کنین و کامل اونو تکه تکه برش بزنین. خب دوستان، خدا نگهدارتون تا یه برنامه دیگه.